هتل ایران. هتل ایران که میگن همینجاست؟ اجرایی دیگر از گروه نمایش قصه وابسته به انجمن فرهنگی هنری دیالوگ با همکاری استودیو فرمیانده. هتل ایران، کمدی موزیکال هتل ایران. اینجا چه خبره؟ بشکنه. میگم اینجا چه خبره؟ پر از دست تبره. این دیگه کیه؟ سیاه دسته سیاوازیه. نمایش سنتی هتل ایران همراه با زیرنویس سوئدی. برای نخستین بار فولک تئاتر واقع در یرمتوریت میزبان اجرای یک نمایش سنتی ایرانی می باشد. دوشنبه 29 و سه‌شنبه 30 اکتبر ساعت 3 و 6:30 بعد از ظهر. فولک تئاتر یرمتوریت بازپرهای 1، 3، 6، 9 و 11. فروش و رزرو بلیط فولک تئاتر. تخفیف‌های ویژه برای محصلین، دانشجویان، خانواده‌ها و بازنشستگان موجود است. برای اطلاعات بیشتر به سایت folktheatern.se مراجعه بفرمایید. نگفتی اینجا چی کار داری؟ اومدم واسه عصوری. علی فدوی کمانچه، رضا شریفی تار، حبیب احمدی تنبک، مسیح تقی‌پور، رهیار رحیمی، شیوا شریفی، فرزام پرتو، مونا اکبری و حسن مشار شما را به هتل ایران دعوت می‌کنند. هتل ایران، نمایشی از دیروز ما با نگاهی به امروز، کاری از مسیح تقی‌پور. تقدیم به خاطره پیشکسوتان و پیشگامان نمایش در ایران، آنان که گرچه در میانمان نیستند اما هنوز یاد و نامشان آبروی فرهنگ و هنر ایران زمین است. ای که چو من بیداری مستی خود یاد داری، چون شنوی هتل ایران. منتظری روز آید و غدای دل بگشاید، این شب غمجا برپاید. خب دیگه اینجا هتله، منم منتظر.